بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز. نکاتی را که ما در اینجا یادداشت نمودیم نکات مهمی است که هر کسی که اگر میخواد صدف توزیع کنه باید را به او توجه داشته باشه. پیش از پیش ما میخوایم که از شما خواهش کنم که صفحه ما را دنبال کنین، لایک، شیر، کامنت از یادتان نره و به دوستانتان معرفی کنین، چون که ما میفهمیم که طبقه اوناست که هستند در عموم در افغانستان در خانه هستند و اگر شما این ویدیوها را با گروه ها و صفحات دیگر معرفی کنین، به دوستانتان معرفی کنین، شاید بعضی از چند تا از طبقه اوناس خواهرها و مادرای ما از این ویدیو استفاده کنن و ما همچنان کوشش میکنم که یا زنده و یا که به چند تا پست یک 60 ثانیه‌ای تمام از 0 تا 100 صدف توزیع را برای شما تقدیم کنم و همچنان ما به این کار من و چی شما نیاز دارم، به حمایت شما نیاز دارم که حمایت معنویش دارم است که لایک کنین، شیر کنین و به دوستانتان معرفی کنین، به گروپ ها معرفی کنین. این میره کار از شما ما تقاضا دارم. شروع خود را ما یک شعری است که حافظ میگوید: تو نه آنی گوهر پاکیزه که در عالم قدس، ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح و ملک. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. نکاتی را که در سفری است، نکات مهمی که در صدف توزیع است دوستان از شما مراعات کنین، یه است که نکاتی برای است که به خاطر زیبایی دخت امو کالای را که یخنی را که شما میدوزین و یا دستمال را که شما میدوزین است. یک در کالایی که شما وقتی که در صدف توزیع میکنین باید کالا اصلی باشه. اگر اصلی نباشه دخت شما زیبا نمیایه. صحیح است بعضا پیش میاد که یک مشتری کالا را بیاره، یک کالای چی باشه از نظر اقتصادی خودش یک کالای ضعیفتر باشه، بدلتر باشه، اما شما توجه کنین که اگر اصلی باشه برازو بفهمونین که زیباتر میشه، دخت زیباتر میشه. اگر این کار را که وقتی که شما در بدل انجام میدین باید شما برازو بگوین که نمیشه، گفته نمیتونین که نمیشه، لکن شما یادآوری کنین در اصلی زیباتر از در کالای بدل میشه، چون که در اصل چیز اصلی هست که شما او را دو زحمت میکشین، شاید در 3 روز در 4 روز یک نیکتایی خورده شما چی کنین جور کنین. اگر پر یقه باشه که میشه که از او صدف توزیع که هست شاید اگر زیاد شوه 1 ماه یا 20 روز اگر بدون وقفه کار کنه او را در 20 روز چی میکنه جور میکنه یا میدوزه. و همچنان دمی چی کالای از او توجه داشته باشین. دومین نکته که است که شما میفهمین که هر چیز یک تهداب داره، هر چیز یک نقشه داره و هر چیز یک زیربنا داره. زیربنا اینمی صدف توزیع و یا همی دستوزی که است خود اینمی تارکشی است. زمانی که شما تارکشی میکنین، تارکشی را طوری باید انجام شود که دقت کنین. تارخایی را که یک نه از بالا باشه نه از پایین باید بیایم. بر شما در ویدیو بعدی باز بر شما نشان میدم که یک تار از بالا بکشین یا یک تار از پایین بگیرین، یا که در وقتی که تارکشی میکنین شما 2 تار در تارکش کش کرده بگیرین. در این صورت چی میشه؟ همون نقشه چی خراب میشه و باعث از میشه که دخت ما خوبتر نمیه. وقتی که شما یک تار از بالا یک تار از پایین خرد و کلان بگیرین از خاطر است نمیشه دیگه، دخت زیبا نمیایه. و دیگه نقطه که هست که باید توجه کنیم به خاطر دخت زیبا شدن از این، یعنی خود صدف توزیع و یا صنایع دستی که هست سر کارش با سوزن است، دستگاه نیست، از این خاطر ارزش زیاده داره. ولی کارگان چی نیست که ماشین نیست که از توسط دست دوخته میشه، ارزشش هم اینمی است. باید اینمی خود که وقتی که توسط دست انجام میشه بسیار با همون شخصی که با دست میدوزه بسیار صبور باشه، حوصله‌مند باشه، نه ای که به خاطر خلاص کردن از او بگه که فرضاً من او را زودتر خلاص کنم، یعنی یک هفته را در بر میگیره یک کالا را
یک هفته را در بر میگه زودتر من خلاص کنم پول از زیر بگیرم. نه خیر تو نیست. این باعث از این میشه که مشتری تان فرار کنه. وقتی که شما با وایستگی تمرین میکنین، یک چند تا کالا را در پیش خود تمرین میکنین و بعدن یک کالای دیگر وقتی که تمرین میکنین، آهسته با آهسته شما سرعتتان زیادتر میشه. با نظر به اینکه شما سرعت تیز کنین با تیزتر خلاص کنین. نه خیر، هم با آهستگی وقتی که شما دوخت میدوزین، اما خودش آهسته آهسته شما سریعتر میشین، دوختتون روز به روز بهتر میشه، بهبودتر میشه. و دیگه نکاتی که در یک صدف دوزی بسیار مهم است، زمانی که شما چی کالای اصل باشه، اینا میمانیم چی کالای اصل باشه، چی کالای بدل باشه. زمانی که شما در کارگاه مندازین و کالا را، اگر کالای اصل باشه زیاد کش نکنین چهار اطراف از را، نرمال به سطح نرمال باشه. چون که اگر زیاد کش کنین خب کارگاه از کش میشه، کالا است وقتی که بند میکنین امی وقتی که میدوزین دست شما را اغار میکنه و این با انگشتای شما با دست است، نه با تار سوزن، انگشت شما درد میگیره و این باعث میشه که شما ذله شوین، صبرتان میره و کم حوصله میشین، کم انرژی میشین. از خاطر است که در کالای اصل شما باید معتدل، مناسب برابر کش کنین. و در کالای بدل وقتی که شما تارکشی را انجام دادین زیاد کش نکنین. وقتی که شما کش کنین همین چهار خانگی که ایجاد میشه، اگر شما در ویدیو دیده باشین من انداختیم، امو بالا پایین میایه. وقتی که بالا پایین آمد، امو وقتی که صدف هم اندازین دوخت میدوزین او هم عین همو بالا پایین میشه. از خاطر است که یکی بالا یکی پایین چوکات خراب میشه، از خاطر یک چیز چی نمیشه، دوخت زیبا نمیشه. باید همو کالایی که بدل بود باشه او را چی کنین که زیاد کش نکنیم، چی باشین چهار اطرافش باید منظم باشه. و دیگه نکاتی که است که وقتی که شما در صدف دوزی باید متوجه از باشین، وقتی که شما صدفی که هسته و یا خالی که هسته او را باید در وسط امو تارکشی که انجام دین، در چهار خانه که هسته باید دمو بندازین و بدوزین. اگر بالا و پایین باشه، یعنی صدف بالا میره یا پایین میره، او باعث زیبایی از اون نمیشه. این ببینید وقتی که چندین بار تمرین کنین، وقتی که ببینین ما براتون چی کنم، براتون یک چند تا نمونهش براتون پست کنم، و از خاطر شما میتونین که با آسانی یاد بگیرید. چیزی سخت نیست. و شما دیگه نقطه که بسیار مهم است، شما صدف دوزی هست، شما در یک جایی برین که یک جای آرام باشه. آرام یعنی چی؟ یعنی اطفال در اونجا نباشه. یعنی وقتی که شما با سوزن وقتی که کش میکنین چیه، در اطرافتان اطفال نباشه و یا دیگه اشخاص نباشه. یک جایی که برین که حداقل از دیگرها 1 متر یا 2 متر فاصله داشته باشین. دستتان از ستاره وقتی کش میکنین و متوجه باشین که وقتی که شما سوزن وقتی که میگیرین در اسخال و در بالا از پایین کش میکنین، متوجه باشین که دست خود نزنین و اوگار نشین. وقتی که دستتان نزنین نمیشه که کارتان به پیش بره. و مشتری هم وقتی که شما راضی کردن نمیتونین. وقتی که مشتری راضی نشد، شما نمیتونین که عواید از این به دست بیارین. سلامت باشین، زنده باشین دوستان عزیز. از حمایت هایتان تا این لحظه را از تک تکتان تشکری میکنم. و همچنان مرا با دوستانتان معرفی کنین. صفحات ما را، پست هایی که از صفحه انداختیم، لایک، شیر، کامنت کنین و با دیگران معرفی کنین. سلامت باشین، زنده باد افغانستان.